از دلم پرسیدم ای دل چی میخواهی؟ مگر عشق و محبتی نو به نو یا مال و ملک زیاد؟ دلم گشت کرد در جواب گفت مهر پدر میخواهم. از چشمانم پرسیدم ای چشم تو چی میخواهی؟ آیا نگاهی عاشقانه میخواهی یا اینکه حیات رنگین و گوارا؟ چشمم از اشک پر شد و گفت نگاه گرم و نورانی پدرم را میخواهم. از کتفانم پرسیدم استخوانی سخت داری و چرا قوت زیاد نداری؟ مگر میترسی؟ کتفانم جواب دادم آخر من دستان پدر را در کتفان ندیدم. از دو دستانم پرسیدم تو میخواهی دستان دوست داشتم را قپیده استراحت کنی یا میخواهی پول زیاد به دست آری؟ دستانم از کار ماندن و در جواب گفتم من میخواهم دستان پدرم را گرفته به سیر و گشت برایم. از گوشهایم پرسیدم تو میخواهی سرودهای نو به نو شنوی؟ گوشهایم کر شدن و در جواب گفتم به من تنها نصیحت‌های پدر می‌خورد. خداوندا تمام حسیاتم پدر می‌خواهد. پدرم را برگردان تا که گوشهایم نصیحت‌هایش را شنود و با دلم مهرش را بخشد. چشمانم مهری گشاده‌اش را ببینند. با دو دستم گرفته رفتیم بچه جان به سیر و گشت گوید این چه خوشبختی است. لیک من دیر کردم. پدر جان در یادتان هست کودک بودم، در یاد من هست که آرزو میکردی خونه دار شوی مرا میکردی، لیک آرزویتان مستجاب نشدم. پدر جان مرا دیگر طاقت زندگی کردن نیست. در این دنیا از همه آدم عزیزترینم را شاه ستون خانم را گم کردم و خود دیوانم. پدر شما مرا میشنوید؟ چرا آوازتان خاموش است؟ چرا برای زاری و ناله های من جواب نمیدهید؟ نخواد من تنها از تو ماندم. شاید از من سخت دید مونده شده ای. نخواد شما را من با چشم سیر ندیده باشم. عکس شما را میبینم و گریه میکنم. آه زندگی به من تنها اینقدر سختی آوردی. دیگران دولت و مال و ملک دارن خوشبخت هستن، اما من چی؟ نه دولت نه مال و ملک دارم. پدر جان برایم دولت و ثروت مال و ملک در کار نیست وقتی که تو را ندارم. پدر جان